با سلام دوستای خوبم، همراهای همیشگی عربزاده هستم و یه آموزش دیگه از نرم افزار کورل رو براتون دارم. امروز دستور بلند رو میخوام بهتون بگم که بسیار کاربردی خواهد بود برای شما دوستای عزیزم. خب من دو تا شکل دارم. شکل اولم یک ستاره است و شکل دومم یک دایره. شما این دوتا رو میتونین هر شکل دیگه ای رو داشته باشین، میتونین اصلا دایره نه، میشه شکلی که خودتون کشیده باشین. اینو به عنوان مسیر من انتخاب میکنم. این شکلم رو میخوام دور تا دور این تکثیر بشه به فواصل مشخص و اینکه خیلی راحت میشه این کار انجام داد، چون من چشمی بخوام این کار انجام بدم خیلی سخت خواهد بود. اولین کاری که میکنیم از سربرگ افکت دوتا دستور بلند و کانتور رو تیکاشو میزنیم که اینجا برامون نمایش داده بشه. حالا من از قبل زدم و اینا نمایش داده بشه. تو حالت کانتور ما اول نیاز به یک مسیر دیگه داریم، چون میتونین از خود همینم استفاده کنیم، ولی یه وقت از شما میخواین اینو داشته باشین این دایره ها رو، ولی دور تا دور این شکلتون تکثیر پیدا کنه، رو خود این نباشه. اول کانتورش میکنم، میام رو حالت اوتساید یه دونه تکثیر میکنم به فاصله مثلا 30 پیکسل اپلای میکنم. حالا باید بریم رو دستور بلند. اولین چیزی که مهمه اینه که من الان اینو که جابجا کنم اینو دوتاش شده یک شکل. برای اینکه بخوام اینو جدا کنم کنترل کی رو از روی کیبورد میزنم. کنترل کی. خب حالا این جدا شد. من این مسیر دوری رو میخوام. میریم سراغ ستاره. ستاره رو یه دونه رو از روش کپی میکنم، دوتاش انتخاب میکنم، اینجا رو سربرگ بلند اول یا اپلای میزنم. این رو حالت دیفالت 20 تا برای من از این ستاره تا این ستاره 20 تا تو این مسیر تکرار. خب من این مسیر رو اصلا نمیخوام، چیکار کنم؟ میخوام یه مسیر خودم بهش بدم. این قسمت پایین پس پراپرتیز هست، اینو که بزنیم میاره چی؟ نیو پس. نیو پس رو میزنیم یه فلش مشکی بهتون میده تو صفحه. پستون رو انتخاب میکنید. این ستاره ها اومد روی پس ولی همچنان توی مسیر قرار گرفتن. من اینم نمیخوام. اینجا نوشته بلند الان فول پس، اینو میزنم یعنی تکثیرش کن روی کل مسیر. اپلایو که بزنم دقت کنید 20 تا برای من این دور تا دور این برای من تکثیر. خب من الان 20 تا نمیخوام، فاصله این دوتا برای من مهمتره. چیکار میکنم؟ این قسمت بالا بلند اسپیسینگ رو فعال میکنم. این به فاصله مثلا 200 پیکسل بیا برای من تکثیر کن. میبینید که الان فاصله اینا مهم شده دیگه، خود تعداد ستاره ها مهم نیست. خب اکسلریشن هم که تو دستور قبلی صحبتشو کرده بودیم شتابشه. شتاب رو میتونید تغییر بدید که حالا اینجا چون من رو حالت اسپیسی گذاشتم، اگه روی این حالت باشه اپلای کنم میبینی که از یه شتاب زیاد شروع کرده اومده برای من کمش کرده و همینطور به این طرف اگه انتخاب کنم میبینی که درصد پراکندگیش از یه جایی زیاد شروع شده اومده تا کم کرده. خیلی برای بعضی کار خوبه ولی خب فعلا من احتیاج ندارم. خب اینجا یه گزینه دیگه هست به نام روتیت آل آبجکت. خب اول اپلای کنم که این دوباره برگرده به حالت قبلی. چرا اینطور میشه؟ این به خاطر اینکه من حالت نیست. خب الان ببینید ستاره ها همشون
انگار زاویه مشخصی دارن، یعنی همه زاویه ستاره ها با هم یکیه. اگه این روتیت آل آبجکت رو کلیک کنم، اپلای بزنم، میبینیم که بر مبنای اون مسیری که داریم اینا رو آورد چرخوند و خیلی عمل بهتری پیدا کرد. خب توی مرحله شما اینو که بخواید تغییر بدید، دقت کنید که با اون خط همراه میشه ستاره ها. چیکار کنیم؟ دوباره همون کنترل کی که بزنیم، خط رو من میتونم پاک کنم و فقط ستاره ها رو داشته باشم. پس کنترل کی از روی کیبورد. مرسی که همراهی کردید. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.